آیا بدون موجودیت هوا عملیه احتراق یا سوختن مواد امکان دارد؟ فعالیت اول: وسایل مورد ضرورت: یک عدد شمع، لایتر یا گوگرد، یک بوتل شیشه‌ای یا میشه از گیلاس استفاده کرد و یک بشقاب به خاطر قرار دادن شمع. روش کار: اول چی کار میکنیم؟ شمع ما روشن میسازم. بعد شمع روی بشقاب قرار میدم. بعد شمع اجازه بدیم که درست شعله بگیره یا درست آتش بگیره. بعد چیکار میکنیم؟ بوتل شیشه‌ای را یا اگر شما از گیلاس استفاده کردین برعکس بالای شمع قرار میدیم تا از نفوذ هوا جلوگیری کنه، یعنی هوا را اجازه نده که به شمع برسه. میبینیم چه اتفاق میفته. شما میبینید که زمانی که هوا حبس شود یا وقتی ما ظرف شیشه‌ای را بالای شمع قرار بدیم هوا به شمع نرسه، شمع خاموش میشه. این نقش هوا یا اهمیت هوا را در عملیه احتراق مواد برای ما و شما نشان میده.